خوش اومدید به یک جلسه دیگه از دوره طراحی. این خطی که من مشخص کردم از پیشونی شروع میشه تا چونه. چشم هم تقریبا وسط فاصله ابرو تا بینی هست. شکلی داشته باشه کاسه چشم من. خب همونطور که میبینید نصف این قسمتی یعنی نصفشه تا اینجا تقریبا اومده که دارم میکشم نسبت به چشم و اینها دیگه داره به من کمک میکنه که هی کارم رو بتونم دقیق تر کنم. هر جا که نمیدونستیم ایراد از کجاست یا نمیدونستین چجوری باید اصلاح کنید، بیاید از خط کمکی زیاد استفاده کنید. بگید خب مثلا من گفتم که این فکش یه ایرادی داره، باید بره یا عقب باید یا بره جلو. بعد من از این خط استفاده کردم، از این خط کمکی استفاده کردم یا از این خط کمکیه، یا گفتم قسمت بالای بینی یعنی تا این قسمت شکستگی، این قسمتی که یه قوس داره، ما این قسمت بالا رو فقط استخون داریم دیگه، بقیهش چی میشه؟ بقیهش قضروف میشه. همچین جا این تقریبا اینجاها فرم تغییر میکنه و شما این قسمت برجسته است، اینجا میره داخل، میره تو. پس گفتیم که اینجا برجسته است، اینجا رفته تو.